گذروندن روزهای تابستونی قرار بالاخره بریم خوابگاه جدید. توی این خریدم صرفاً لوازم ضروری رو گرفتم چون میدونستم که از قبل چی باید بگیرم، به خاطر اینکه 2 ترم پیشم خوابگاه بودم. برای همین این چیزایی که الان میبینی چیزایی که حتما باید داشته باشید توی خوابگاه. میرسیم به بخش خوراکی‌های خوشمزه. از نظر من هر چقدر که در توانتونه بیش این چیزا رو بگیرید. چیپس و پفک و بیسکویت و اینجور چیزا توی خوابگاه واقعا لازمتون میشه، چون شبای خیلی طولانی قراره در کنار هم اتاقیاتون باشید و عملاً وقتی که با هم دیگه یه چیزی رو میارید بخورید و یه چیز خوشمزه‌ای باشه خیلی بیشتر بهتون خوش میگذره. این قسمت میشه لوازم صبحانه، خوراکی‌های صبحانه که من فعلا فقط 2 تا برمیدارم چون که دانشگاه بهمون جیره صبحانه میده. چای کیسه‌ای خیلی لازمتون میشه. از توی این لوازم پلاستیکی هم یه دونه برمیدارم، یه ظرف میوه طبیعتا برمیدارم که توی یخچال بتونم بذارمش. خریدمون تموم شد و اصلا جای تعجب نداره که رشت بازم بارونیه. خب برسیم به بخش سخت‌تر کار که جمع کردن وسایل. توی چمدون مثلا مانتوها و چیزایی که باید برم دانشگاه بپوشم یا بیرون میپوشم و میذارم. توی این ساک لباسای خونه رو گذاشتم، چیزایی که مثل تیشرت و شلوار و تاپ و این چیزا که هر روز دارم توی خوابگاه میپوشم. و توی این ساک هم زمین گرمتر مثل هودی، دورس، بافت، اینجور چیزا. اینجا لوازم بهداشتی که بهتون گفتم گذاشتم. توی این سبد هم شامپو و صابون و نرم کننده و تاید و اینجور چیزاست که میخوام اضافهش کنم به ساک قبلی. خب داروهایی که لازم میشه توی خوابگاه اینجا بهتون نشون میدم. اولش از نظر من قرص آهن برای تایم پریودی، دومیش هیوسینه، اینم برای معده درده که طبیعتا توی دوران پریود استفاده میشه. بعدی استاگروفنه که خب برای انواع درده. قرص سرماخوردگی، مولتی ویتامین هم گاهی اوقات لازم میشه و مفنامیک اسید که برای دندون درده. چسب زخم که من خب خیلی دوست دارم و همیشه همراه همه و یه دونه پد الکلی. در خانم‌ها مخصوصا خیلی خیلی نیاز نبات و زنجبیله. بالاخره زمان رفتن فرا رسید و میبینید که چقدر ماشین طبق معمول پر شده و جای نشستن واسه من نیست. طبیعت جذاب گیلان باید باش خدافظی بکنیم. و رودبار و زیتونا. اصلا ندیده بودم تو عمرم اینقدر سریع یه سگ نون بخوره و دلم واقعا واسش کباب شد. و این شما و این تهران دوست داشتنی. اینم گربه‌های گوگولی جلوی خوابگاه هستن که داشتن عشق می‌کردن. ما زودتر رسیدیم و رفتیم یه دوری زدیم و بالاخره رسیدیم. اینم آسانسور خوابگاهه. خیلی خوش اومدیم. خب اینجا سمت چپ آشپزخونه است که 6 تا یخچال، یه دونه ماشین لباسشویی، 2 تا گاز و 10 تا کابینت داره. 2 طبقه آخر یخچال برای منه. این قسمت غذاهای صبحانه رو گذاشتم. این ظرف سفیدم شکره چون اگه بیرون بمونه خشک میشه. اون قسمت آخرم خامه و ربگوژه رو گذاشتم چون خیلی سرده اینا هم خراب نمیشه. غذای فست فودی هم همیشه توی خوابگاه پیدا میشه. طبقه پایین ترم میوه ها رو گذاشتم و اون قسمت آخرم کلوچه خوشمزه است. این نمای بیرونی پنجره است. این راهروی سمت راست و جا کفشی
که خب خیلی طبقات بزرگی داره، هر کی بر خودش یه دونه طبقه برمی‌داره. اینم برای من. وارد راهروی اصلی که میشیم، این بر سمت چپ 3 تا اتاقه که توش هر کدوم 2 نفر هستن. آینه معروف. دوباره سمت راست 2 تا اتاق دیگه هن که هر کدوم 4 تا 5 نفره هستن و اینم اتاق جذاب ماه. خب این اتاق ماست. سمت راست من برای هم اتاقیامه. من پس زیاد تختشون رو نشون نمیدم بهتون، ولی سمت چپ خب این پایین من هستم. یه اتاق 4 نفر است ولی ما 3 نفریم، یعنی معمولا 4 نفرش نمی کنن که خب الان تخت منو میبینید. من زیرش وسیله هامو گذاشتم، چمدون و ساک و اینجور چیزا. اینجا 2 تا کمد داریم که این کمد منه. طبق معمول من یه دونه پلنر هفتگی چسبوندم، کلاسام و ساعتش و روزا رو نوشتم. اگه بخوام من کمدمو بهتون نشون بدم، یه دورنمایی از کمدم که الان میریم ریستر میشیم، همه رو بهتون نشون میدم کامل. خب من اینجا مانتوها رو گذاشتم، یه دونه فقط بارونی گذاشتم چون فعلا هوا سرد نمیشه تو تهران تا هولوش آبان، و آخری هم مانتو پزشکی رو گذاشتم که در دسترس بشه، هر روز میخوام استفاده کنم. شلوار جینا و پارچه یا لگام اینجور چیزا. لپتاپم اینجا یه 7-8 تا فکر کنم لاک و اینجور چیزا باشه. من اینجا جعبه مورد علاقه منه، جعبه جینگولیجات. خب دیگه مدت های متوالی این جعبه جمع شده. خب اگه بخوام بهتون نشون بدم، ساعت و نمیدونم گوشواره و دستبند و اینجور چیزاه که خب من عاشق اکسسوریم. شاید فکر کنید که توی این کرم باشه ولی سخت در اشتباهید. بذارید بهتون نشون بدم. مامانا که اینجور جعبه ها رو گیر میارن توشون وسایل ضروریشون رو میریزن، من مامانم برام اینو گذاشت، یه دونه نخ مشکی و سفید و سوزن و حالا چسب نواری و چسب آوگی که خب تا الان خیلی استفادهش کردم. این که لاک پاک کنه دافیه، اینم که آرایش پاک کنه، اینم که کیف لوازم آرایش هم در حال منفجر شدنه. این کرم ضد آفتاب بالم لبه که وازلین خیلی خوبه، من لبم خشک میشه. حالا دیگه اینا هم جزئیات دیگه، ریمله و برق لب. این دوتا هم عینک هم هسته. خب یه دونه اینه، هم این یکیه که اترود کلون و مام هستش. خب طبقه آخر که میرسیم، من اینجا بیسکویتامو گذاشتم با چای نپتون. 2 تا داشتن، یعنی یه دونه داشتم، یه دونه دیگه هم گرفته بودم. قرصا رو که بهتون نشون دادم آوردم اینجا گذاشتم. اینجا هم که یه سری کارت، حالا عکس و کارت بیمارستان شناسنامه است. 2 تا از کمربنده مانتو کاپشنم اینجاه. سشوار و اون پلاستیک صورتی هم برای رنگ مو اینا هست. چتر و یه سری چیزای اضافه تر. این سمت هم چند تا قفسه هست که خب این قفسه اولیه واسه منه. من اینجا کوله پشتی و کیفام و اینا رو گذاشتم. کوله پشتی بزرگم زیر تخته. این سمت هم که کتابا رو گذاشتم. حالا این سمت هم که جزمه هم هست. مخصوصا این 2 تا خیلی مهمه چون وقتی میرم بیمارستان اینا رو توشون مینویسم، معمولا چک نویسمه. طبقه بالاش هم چیزایی هست که مثلا به صورت روزمره استفاده میکنم. کرم دست و لوسیون بدن. اینم ژل شستشوی صورته که مثلا صبح استفاده میکنم. که اینم که پنبه است. شمعم که حالا برای خوشگلی و اینجور چیزا. اینم که ساعت گوگلیمه که من از تایم کنکورم دارمش و شونه. پنجره رو اگه بخوام بهتون نشون بدم که من عاشق صدای بیرونم.
و در نهایت طبقه همکفم اگه بخوام بهتون نشون بدم شامل کتابخونه میشه و حموم ها. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.